اگر عمر وفایش میکرد 16 اپریل سال 2022 پرزیدنت یکم تاجیکستان قاور ماکاموف به سن 90 میرسید. او 8 ایول سال 2016 در سن 84 از عالم چشم پوشید. قاور ماکاموف نخستین پرزیدنت تاجیکستان و هم نخستین رهبر کشور بود که تحت فشار اعتراضهای مردم از مقامش استعفا داد. پیش از رفتن ماکاموف به وکیلان پارلمان وقت تاجیکستان گفته بود من میروم ولی شما پشیمون خواهید شد. ماکاموف تا پایان عمرش با یک ماشین کونه ولگا میگشت و وصیت کرده بود که همه پسندازهایش را به حساب یگان یتیمخانه گذرانند. قاور ماکاموف را همسفانش به صورت عموم یک نفر دانشمند، حلیم و پرکار توصیف میکنند و میگویند که او در میان کلان در عهد شوروی بر تاجیکستان حاکم خوجند نیز فرق میکرد و در سال 1963 در سن همگی 31 به سمت در ساختار اقتصادی پلان شوروی فوق‌العاده مهم گوسپلان رسیدن ماکاموف نیز حاکی است که این کلان حاکم هنوز از همان آوان جوانیش به قاور ماکاموف امید بسیار داشت. قریب 2 ساله کار در ریاست گوسپلان، 3 سال بعد از آن در مقام سروزیر و سپس کرسی کاتب اول حزب کمونیست که عملا رهبر اول تاجیکستان بود و 9 ماه پرزیدنتی در مجموع میتوان گفت قاور ماکاموف تقریبا 28 سال در صف نخبگان اول سیاست تاجیکستان قرار داشت و 6 ساله آخرش در مقام اول رهبری این کشور و این سالهای بود که در تاریخ آن زمان سالهای بنیاد سوسیالیست مترقی یاد میشد که بعدا در زمان بازسازی برعکس دوران رکود نام گرفت. بزرگترین انشاءات صنعتی تاجیکستان امروز از جمله نیروگاه نورک و کارخانه آلومین‌سازی ترسونزاده نیز محصول دوران است که ماکاموف به گوسپلان رهبری میکرد و طبعا به اجرای این طرحهای بزرگ سهیم بود. اما سال 1985 قاور ماکاموف وقتی در پی با مسکو بد شدن مناسبت‌های رحمان نبیف به مقام اول رسید، شوروی وارد مرحله بازسازی میشد. ماکاموف البته از نگاه عقیدتی کمونیست محافظه‌کار بود و طور از صحبت‌های انگشت‌شمارش با مطبوعات دیده می شود زیاد از سیاست بازسازی رهبر وقت شوروی میخائیل گورباچوف خوشش نمی آمد، ولی او همچون یک نفر تابع به مسکو و فرمانبردار بود. در هوای دستورهایی که از کرمل برایش می آمد اقدام‌های روی دست بگیرد که مبادا تاجیکستان در سبقت بازسازی وقت سست و عقب مانده به نظر نآید. ولی سال 1990 وقتی مردم به مرکز دوشنبه به تظاهرات ریخت و حکومت با دعوت نیروهای ارتش شوروی اعتراضگران را سرکوب کرد، مرحله نو سختی در ریاست قاور ماکاموف آغاز شد. او بعد 2 ماه سرکوب این تظاهرات رئیس شورای عالی و در پایان سال 1990 در پارلمان نخستین پرزیدنت تاجیکستان انتخاب شد. ولی معلوم شد که جامعه خون 25 قربانی اعتراضهای فوریه سال 1990 را به ماکاموف نبخشیده است. باور می رود که محض حوادث فوریه سال 1990 تاجیکستان را در مسیر کج انداخت که عاقبتش سلسله اعتراضها و استعفاهای پی در پی رهبران اول کشور در تیر ماه سال 1991 و بهار سال 1992 شد و آخرالامر این کشور را در نهایت به گرداب جنگ خونین شهروندی تله داد. در پایان آگوست سال 1991 بلافاصله بعد شکست گیکاچپه تظاهرگران دیگر باره به مرکز دوشنبه ریختند و استعفای قاور ماکاموف را در بین گذاشتند و حزب کمونیست که بعد شکست گیکاچپه در یک وضع تنگ قرار گرفته بود برای تسکین دادن ازدحام شوریده راضی شد که قاور ماکاموف را قربانی کند. او را در اجلاس‌های شورای عالی همانهایی که از کار گرفتند که 9 ماه قبل به این مقام انتخاب کرده بودند. ماکاموف تا آخرین لحظه و تا دمی که حتی یاران نزدیکترینش هم به منبر بلند شدند و استعفای او را خواستند، با آنچه که در آن تالار میگذشت باور نمیکرد و یا نمیخواست باور کند. وقتی دید که تنها مانده است و باید برود، این یک جمله تاریخیش را گفت که من میروم ولی شما بعد من پشیمان خواهید شد. قاور ماکاموف تا پایان عمرش با یک ماشین کونه ولگا میگشت و وصیت کرده است که همه پولی را که دارد به حساب یگان یتیمخانه گذرانند.